سلام دوستان، به کانال دلاری و خیلی خیلی خوش اومدید. من ساله هستم و تو این فیلم قرار هست بهتون یه آموزش دیگه بدم در مورد سایت هایی که اسکم میشن. اگه دوست دارید بدونید چجور سایت هایی اسکم میشن یا اسکم هستن الان، پس با ما همراه باشید. خب همینطور که شنیدید قرار هست سایت هایی رو که اسکم هستن همینطور که بهتون قول داده بودم معرفی کنم. سایت هایی که اسکم هستن معمولا یه سری ویژگی ها دارن و حالا من همه سایت ها رو نمیتونم که یک پارت، دو پارت، سه پارت جا بدم سایت هایی که اسکم هستن، اما سعی میکنم به طور کلی صحبت کنم. فعلا پارت یک رو در مورد یه سری سایت ها صحبت میکنم، یه دسته از سایت ها. پارت دو هم دسته سایت های دیگر رو معرفی میکنم. پس بی وقته بریم روی سایت ها که بیشتر براتون توضیح بدم. قبل از اینکه بریم روی سایت ها، این کانال ما هست، فیلم هایی هم که بارگذاری کردیم اینا هستن، حتما وارد کانال ما بشید و از اون مهمتر اگه میخواید از ما حمایت کنید و این موضوع ها رو دوست دارید، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش هم بزنید که بتونیم بیشتر با شما در ارتباط باشیم. بریم روی سایت. اولین سایت یک سایتی هست که حالا لینکاشو توی دیسکریپشن میذارم، میبینید و اسمشون هم در آخر میگم، هر ستاشون رو روی صفحه مینویسم که با اسمشون آشنا بشید و با کارکردشون هم آشنا بشید. این سایت در قبال ثبت نام شما همینطور که میبینید اینجا $25 میده. اولین نکته‌ای که میشه فهمید اسکم همین است که بابت ثبت نام $25 یا حالا $10 $5 هر چیزی میدن و این کاملا دروغه. هیچ سایت معتبری این کار رو نمیکنه، چه برسه به $25 برای ساین اپ بونوس. خب مورد بعدی، این سایت برای هر بازدید لینک $1. بهتره که من وارد بشم و اینا رو توی اکانت کاربریم توضیح بدم. من رمز رو وارد کنم. اگر این باشه، بله میگه که رمز اشتباهه، فکر کنم این رمز درسته. بله ببینید دوستان، من همینطور که بهتون گفتم اینجا نوشته $5 $1 بابت هر کلیکی که روی لینک شما میکنه. سایت معتبر این کارو نمیکنه که خیلی راحت میرن ترافیک میخرن، لینکشون رو میذارن و بازدید میگیره لینکشون و $2,000-3,000 جمع میکنن و هیچ سایت معتبر این کار رو خب نکته بعدی که میشه حدس زد که سایت اسکم هست و دروغه یا کلاهبرداره این هست که میاد بابت چیزای کوچیک قیمت بالا میده. بابت هر دعوتی که شما میکنید از دوستانتون $5 میده. خب طرف میره آشناهاشو جمع میکنه، 10 نفر این لینک رو ثبت نام میکنن، $5 $50 میگیره و 20% هم کمیسیون تازه از کاراش میده که کاملا چیز واضحه که این سایت اسکمه و نه این سایت، امثال این سایت. حالا کارکرد این کلا چجوریه؟ شما میایید میگه کش آوت رو بزنم، پرداخت رو، میگه که شما باید برای پرداخت حداقل $100 داشته باشید. خب $100 رو به هر زحمتی شده حالا لینکتون میدید کلیک کنن و حالا هر کاری که شده انجام میدید. اینجا هم یه توجه کنید، این نوتیفیکیشن ها رو میده که شما مطمئن بشید که واقعا این سایت پرداختی داره. $926 به صورت بیت کوین برای این علی واریز کرده، یعنی میگه که شما مطمئن بشین، اما بدونید که این چیزا برای کلاهبرداری. خب شما $100 رو جمع میکنی و میایید ریکوست میزنید، یه صفحه اخطار بزرگ باز میشه، میگه که شما اجازه برداشت ندارید. چرا؟ چون اولا 1000 کلیک جمع نکردید، این یه چیزشه، یه قانونشه. دوما 10 رفرال رو جمع نکردید. سوما 10 تا تسک
یا وظیفه رو از توی این سایت انجام ندادید. این کارا رو که تکمیل کنید تازه میتونید برداشت کنید. بعد حالا به هر زحمتی من واقعا 1 ماه طول کشید تا 10 وظیفه رو انجام دادم. 1 ماه. بعد میایید توی قسمت پیمنت، کار نداریم، شما واریز کردید، زدید درخواست دادید. دقیقاً الان من 15/7 3-4 ماه پیش یک درخواست واریز $2000 $2423 به صورت بیت کوین دادم. هنوز واریز نکردم. یعنی با خوشحالی تمام از ته دل میاد واریز میزنید و فکر میکنید که $2000 رو برای شما میریزه، اما این چنین چیزی وجود نداره که بخواد برای شما $2000 بریزه. پس اینجور سایت ها، بعد کارهای این سایت چیه اینا هم بدونید. سایت های دیگه هم ممکنه همین چرفند استفاده کنن. برای هر نصب نرم افزاری انقدر دلار میده. برای هر تسک یا همون چی بهش میگن سروی یا پیشنهادها رو تکمیل کنید به شما پول میده. و یه سری برنامه ها نصب میکنید روی اندروید یا غیره، یه سری کارهای دیگه، سایت های دیگر رو دید میزنید، ثبت نام میکنید، اینجور چیزا رو پول میدن. ببینید الان برای اینجا یه سری چیزا برای شما معرفی میکنه، میگه این سایت ها رو ببینید، یا میگه یه سری پیشنهادات داره، یه سری پیشنهادات هست که میگه اونا رو تکمیل کنید، یا اینکه میگه یه سری نرم افزار هست اونا رو نصب کنید روی برنامه‌تون، روی اندروید یا کامپیوتر. بیشتر اندروید هست، نصب میکنید و بهتون به ازاش پول میده و براتون حساب میشه. 10 تا تسک دیگه اونجا زده، اینجا براتون حساب میشه. این روی سایت ها کلا اسکم هست. بریم سایت بعدی رو ببینیم. بیایم تا بریم سایت بعدی رو ببینیم. سایت بعدی سایت روبلی هست، یا بهتر بگم که نه روبل، هر چیزی دیگه. مثل چی؟ مثل این. ببینید یه شمارنده داره مثل کنتور، با این سرعت اولیه‌ای که به شما هدیه میده شروع به چیز میکنه، شروع به استخراج حالا ارز مورد نظر میکنه، که اینجا سایتش هم گفته دقیقاً سایت دیگه شون هم که مثل همین هست رو براتون اینجا گذاشته که شما توی این هم سرمایه‌گذاری یا ثبت نام کنید. خب دوستان اینو توجه کنید، این سایت ها شاید فقط روی صفحه رو ببینید، فقط اول کار به شما پرداخت میکنن. یعنی تا وقتی اولش هست، برای اینکه به قول یک جمله معروف هست، یک کلمه معروف، در باغ سبز اینا شما سرمایه گذاری که کنید به محض اولین واریز، دومین واریز، میبینید که سومین، چهارمین دیگه واریز نمیشه. مثلا الان من کیف پولمو وارد کنم، ببینید من سرمایه گذاری کردم تو این سایت. اینجور سایت ها که میبینید اینجوری به صورت شمارنده یا کنتور میندازه، استخراج میکنه، بدونید که اینها فقط اوایل کار خوب کار میکنن. بعضیشون حتی اوایل کار خوب کار نمیکنن. یعنی اوایل کار یکی ممکنه مثل من 20 روبل بذاره اینجا، یکی ممکنه 1000 روبل بذاره، ولی سرش زود کلا میره. چون ببینید واریزه اینجا رو ببینید، من واریز کردم، حتی برای من میزنه که پرداخت شده به روسی. ببینید پرداخت شده که این تاریخ. فقط تنها چیزی که برای من واقعا اومد تو حسابم این 16 روبل اول بود. اولین برداشتم که بدون سرمایه گذاری بود، گذاشتم یه مدتی 16 روبل جمع کرد و مطمئن شدم که واریز میکنه. به محض که سرمایه گذاری کردم دیگه واریز نکرد. پس این جور سایت هم اسکم هست، حواستون باشه. حتی من ببینید مراجعاتمو ببینید، چند تا زیر مجموعه جمع کردم. ببینید این همه زیر مجموعه از اینجا شروع میشه تا اینجا من زیر مجموعه نمیدم، ولی زیر مجموعه من تحقیق کردن و دیدن که این سایت واریز نداره. فقط یه نفر یک سرمایه گذاری کردم، هم کم که مطمئن بشه. پس این سایت هم در نظر داشته باشید، اسکمه. اونایی که اینجوری کنتور میندازه فقط اوایل کار، و اینکه حواستون باشه خیلی اوایل کار سرمایه گذاری زیاد نکنید. اول 10 یا 20 روبل
یا هر ارزی که هست کم بذارید. به محضی که دیدید یکی دو بار برداشت میکنید بعد میتونید جمع کنید بیشتر بذارید. ولی اوایل کار یه دفعه نه 1000 روبل بذارید بعد کلاهبرداری باشه سایت بعد ضرر کنید. همیشه از کم شروع کنید بعد مراتب میتونید بیشتر سود کنید. من اینو گفتم چون تجربه اینو میگه ایرانی‌ها معمولا دوست دارن یک شبه پولدار شن. یعنی یه سایتی رو که بهشون معرفی میکنی میان میگن چجوری میشه بیشترین پول رو ازش در آورد؟ میشه یه شبه انقدر پول در آورد؟ میگم بابا نمیشه اینجوری، چون که شما یک شبه میخواید که 2000 روبل بذارید. اگه سایت اسکم بود چی؟ اگر درآمد نداشت چی؟ پس سعی کنید از کم شروع. یه بریم بیایم تا سایت بعدی رو ببینیم. سایت بعدی سایت با دامنه کلود یعنی ابری. برای معمولا کلمه ابری یا استخراج ابری رو احتمالا شنیدید که برای ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم اینا نام برده میشه، ذکر میشه. این دامنش هم این سایت هم دامنش کلود یا همون ابری هست. البته اوایل کار نزدیک به 1 سال پیش که من ثبت نام کردم تو این سایت دات بیز بود فکر کنم. دات بیز بود که بعدها عوض شد و شد دات کلود. این سایت از شما میخواد که سرمایه گذاری کنید و مثل سایت قبلی عین یک کنتور برای شما استخراج میکنه. اما اگر سرمایه گذاری نکنی چی؟ سرمایه گذاری نکنی باید زیر مجموعه گیری کنید که زیر مجموعات تو این سایت سرمایه بذارن. من سرمایه گذاری نکردم ولی زیر مجموعه زیاد گرفتم. زیر مجموعه هم سرمایه گذاری کردن و منم تا حدودی از اون بی بهره نبودم. اما یه مشکلی داره. این سایت تا زمانی که شما سرمایه گذاری میکنید، یعنی اینجور سایت ها نمونه این هست، باز در چی بهش میگن پارتای بعدی به شما معرفی میکنم مثل سایت ها رو. فعلا این بیس کار هست مثل این سایت. تا وقتی که سرمایه گذاری میکنید به شما پرداخت میکنه. به محض که سرمایه گذاری شما قطع بشه پرداختی نداره. خب این به ضرر ماست. ما مثلا این پنل 6% رو $100 میذاریم. خب $100 اون نمیاد به ما $120 بده. معمولا کمتر از $100 به ما میرسه. حالا چرا رو الان میگم، بریم وارد کاربری من بشیم. و اینکه یا زیر مجموعه گیری، زیر مجموعه شما تا وقتی که سرمایه میذارن شما میتونید برداشت کنید. اما مثلا اگر اونا $100 میزنن تو به شما شاید $5 $2 برسه. بر فرض مثال میگم. اینجوریه که من این سایت رو به عنوان اسکم، یعنی اسکم هست و تو لیست اسکم، چون اکثرا اونایی که اینو بدونید اونایی که استخراج ابری دارن اکثرا کلاهبرداری هستن. شما سرمایه گذاری میکنید و در قبال اینکه سرمایه گذاری چیزی به شما نمیرسه. خب بریم داخل اکانت کاربری. ببینید اگه خوب توجه کنید تاریخچه هامو میخوام نشون بدم. من اول سرمایه گذاری که نکردم، چیزی به عنوان سرمایه گذاری من اینجا نمیبینید توی تاریخچه. اگرم بوده از خودش به دست آوردم توی خودش سرمایه گذاری کردم. پس حالا الان تاریخچه رو بهتر ببینیم. فقط بریم زیر مجموعه رو ببینید. ببینید دوستان 7 تا زیر مجموعه که 2 تاش فعال بودن و انقدر من کسب کردم. اگه دقت کنید هر ثبت نامی، هر کس که ثبت نام کرده 25 سرعت به من داده، 8 به من داده. هر کس که ثبت نام کنه با لینک شما اینجوریه. بعد مثلا این دوستان که 25 بالاتره این زیر مجموعه سرمایه گذاری کردن، این مثلا سرمایه گذاری کرده. اینو که سرمایه گذاری کردن برای منم درصدش همینجور که 10% برای من محاسبه شد. خب بریم ببینیم چی رو. اینجور سایت ها یه نشونه دیگه دارن. اونم این هست که بونوسز توی هر سایتی که اینجوری هست نگاه کنید میبینید که هر نیم ساعت
یه مقدار سرعت به شما میده، هر یه ساعت یه مقدار سرعت. مثلا این بونوس رو این هر یک ساعت است این سایت، هر یک ساعت. این نشونه خوبه برای سایت بعدی که میخوام بگم. ببینید هر یک ساعت گت بونوس 1.548 به من داد که به اکانت من الان اضافه میشه. بریم ببینیم. ببینید یک ساعت بعدی بیاید میتونید اکثر سایتی که اینجوری هستن این آپشن رو دارن. بریم سمت ماینینگ. ببینید دوستان تا اینایی که شکل وای فای دارن اینا واریز شده. چرا؟ چون که حالا من زیر مجموعه فعالیت و خیلی چیزا دارم اینا واریز شده. ولی از اینجا به بعد دیگه این و این سه تراکنش دیگه واریز نشد، هیچ وقت به حساب من نیومد. دو رو بزنم ببینم این دو چی داره. ببینید اینجا هم نوشته که این زیر مجموعه شما انقدر به شما اضافه کرد، این زیر مجموعه انقدر اضافه کرد، این زیر مجموعه انقدر. و شما بله اینا اکثرا رفرالای من بودن که اضافه کردن چیاشون که به من هم رسیده 10%. ولی اینایی که رختم واریز کردم اینا هستن، همشون لایت کوین بوده و دیگه. حالا الانم این مقدار 0.8 لایت کوین خیلی زیاده، یعنی تقریبا 2 تا دیگه بزنم میشه یه لایت کوین. و ما اینو الان میریم میزنیم واریز توی قسمت بیتا دراوال. لایت کوین انقدر که یه مقدارش هم به عنوان کارمزد میره و اینجا هم همه سایتاشون نشونه بعدیش این هست که یه مقدار محدودیت برداشت دارن. ولی لایت کوین باید این مقدار حداقل داشته باشید که بتونید برید حساب. این هم نشونه خوبیه برای سایت های دیگه. والت نامبر این هست برای من MTJ فکر میکنم. حالا من یه بار دیگه بریم ببینم کدوم والت بوده. بله همین بله. این هم از کیف پول من. خب آماده برداشت. دکمه رو میزنم ببینم چی پاسخ داد. گفته بیت کوین رو انتخاب کردیم. نه لایت کوین رو انتخاب کردیم. به انگلیش خب ببینید درخواست برداشت با موفقیت به پردازش اضافه شد. خب اینجا صفر شد. همینطوری که میبینید اینجا الان داره دوباره شروع میکنه. و من چقدر هش جمع کردم؟ 21363 هش جمع کردم. یعنی قدرت من اینقدر هست در هر ثانیه. یعنی همینطور که میبینید تون میره. خب اینجا همینطور که میبینید اضافه شد که شما درخواست واریز دارید. خب اگر به این واریز بشه یعنی که این سایت از حالت اسکمی بیرون اومده و چنین چیزی تا الان رخ نداده. اما ممکنه این یه سایت اینجوری باشه، ولی من دیدم مثل سایت ها اینجوری هستن. اما اگر این واریز شد در طی چند مدت دیگه، خب یعنی اینکه از حالت اسکم بیرون اومده. اگر نه که همون به حالت اسکم هست. خب بریم حتی صفحه اصلی رو نشونتون بدم. ببینید چقدر دقیق شده و حساب شده کار میکنن. نگاه کنید موقع اینا برداشتی ها. ببینید این مال منه. برداشتی منه ساعت 10:59 به وقت اون سایت. ببینید همون انقدر واریز شده. بعد اینجا هم میزنه حتی که تاریخچه پرداختی ما، یعنی اون سایت. ببینید انقدر پرداخت شد و من درخواست دادم. حالا اینکه اگر واریز بشه که خب ما هم خوشحال میشیم. اگر که نه پس اسکم هست. خب این هم سومین نوع سایتی بود که مثل این سایت زیاد هستن و من در پارت های دیگه اون سایت ها رو معرفی میکنم و به اینجا اشاره میکنم و به این پارت اشاره میکنم. این سایت هم زیاد داریم. این سایت کوین
و این سایت که گفتم به راحتی میتونید $3000 $4000 جمع کنید، این سایت هم زیاد هست و من دیدم حتی آدرساشون ببینید این پایین، این سایت حتی آدرساشون هم یکیه بعضی موقع، این آدرسایی که اینجا زدم. پس اینا سایت اول اسمش هست Earn to Flex، سایت دوم کوین ماینینگ و سایت سوم indugecoin.cloud که اینا لینکشون هم زیر گذاشته شده و سعی کنید تو این سایت ها سرمایه گذاری یا وقتتون تلف نکنید. خب دیگه صحبتی نمونده، به پایان آموزش رسیدیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و ممنونم از اینکه وقت با ارزشتون رو به ما دادید و ما رو تحمل کردید. انشالله در پارت‌های بعدی بیشتر این سایت ها رو معرفی کنم که دوستان چون درخواست داده بودن زیاد توی این سایت ها وقتشون رو تلف نکنن و هدف ما هم از کسب درآمد توی این چنل دقیقا همین است که کسب درآمد واقعی و شخصی که کانال ما رو سابسکرایب میکنه بتونه به درآمد واقعی برسه. خیلی کانال زیاد هست توی حوزه کسب درآمد به زبان فارسی، اما همه اونا ممکنه واقعی نباشه، همه اونا به درآمد واقعی نمیرسید. شما مثلا اکثرا شما خیلی یک ماه زحمت بکشید $1 استخراج کنید یا خیلی زحمت بکشید مثلا $0.5 یا €0.5 یا نمیدونم 100 روبل به دست بیارید که کم هست اینجور چیزا. اما من سعی میکنم سایتی که معرفی میکنم اول از همه خودم امتحان کنم، دومی که واقعا درآمد ازش گرفته باشم و به ریال تبدیل کرده باشم و توی کارتم ببینم. یعنی بیشتر چیزایی که من معرفی کنم همینطور هست. بعد دیگه صحبتی نمونده، فقط در آخر سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش هم بزنید که هر موقع فیلم بارگذاری میکنیم برای شما ارسال بشه. و خواهشم از دوستانی که با وی پی ان وارد میکنن این هست که حتما سابسکرایبتون چک کنید، چون سابسکرایب با وی پی ان وقتی وارد میشید یوتیوب بات میشناستون، ناشناخته یا غیر انسان و حذفتون میکنه. خواهشاً دوباره سابسکرایبتون رو چک کنید. اگر نیستید سابسکرایب کنید، خوشحال میشیم. و اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما دکمه لایک رو بزنید. خب تا یک آموزش دیگه و تا هفته دیگه که دوباره مثل این آموزش هر هفته داریم و تا درودی دیگر بدرود.